תורה סיבה לנו משה מורשה קהילת יעקב חזקים ברוכים בסימנת תאווה. היום יום 4 ימים יום לעומר, 4 عمر 19 نیسان رو با هم دیگه به خوبی آغاز میکنیم با شعور تورا. چه زخوتی از اون بالاتر، مگر نه اینکه تمام شمارش عمرمون هم برای شابوته، برای متن تورا، برای قبول تورا. پس مخصوصا مایی که فقط نمیشماریم، هر روزم یک شعور تورا به گنجینه عقل و فکر و دانشمون داریم اضافه میکنیم، به این آمادگی حتی قدم بالاتر از سفیرت عمر داریم دست پیدا میکنیم. و تیسکل میسوت به همه حامیان تورا برای اسپانسر شعوریم و کلاس ها و برنامه های تلویزیونی، رادیویی و تلفنی که داریم. امروز از طرف خانواده های نورانی و همچنین تهرانزاده لیلون شمد رفتگانشون، نادیا بد موشه و عزیز بن یحزکل اسپانسر شده و همچنین طرف خانواده آشورزاده از کالیفرنیا برای سلامتی و رستگاری و خوشبختی عزیزانشون به خوبی. بحث امروز ما از کوهلت. کوهلت میاد در واقع شخصیت انسان رو به ظاهرش تعریف نمیکنه، شخصیت انسان رو به مال و داراییش، حتی به سنش تعریف نمیکنه. پس به چی؟ به حاخام بودنش. چرا؟ چون اگر نگاه کنید شب سدر تمام آزادی شخص به حاخام بودنشه. حاخام اون بچه عاقل که سر سفره نشسته در کمال استفاده رو از این لحظه میکنه برای آزادی. اون راشا با دست خودش داره اتفاقا در نجات و آزادی رو بر خودش میبنده. اکسمه اون تام فرصت های و امکانات کمتری رو برای خودش پدید میاره، با اینکه در اطرافش این همه موقعیت هست. شنو دلیش اول که اصلا حالیش نیست که بابا شب سدر هواپیما آماده برای آزادیه، از موقعیت استفاده کن. اما خوشا به حال اون بچه حاخام، خوشا به حال بچه عاقل. آیا فکر میکنید این لحظه آزادی فقط شب سدر یک بار در سال برای ما پیش میاد که ما عاقل بودن خودمون، حاخام بودن خودمون رو بخوایم کاملا نشون بدیم؟ بر طبق کوهلت هر لحظه زندگی لحظه آزادیه، بسته به ماست که میخوایم حاخام باشیم یا میخوایم عکس اون باشیم. به همین دلیل میگه اگر میخوای درهای آزادی رو بر خودت باز بکنی، از عقلت استفاده بکن. حاخام عیناب بروشو داره کوهلت شلمو هم ملخ به ما میگه. حاخام چشمش به عقلشه، نه عقلش به چشمشه. قضاوتش به چشمش نیست، قضاوتش به عقلشه. حاخام عیناب بروشو. حتی چشمش هم بسته باشه هنوز عقلش داره کار میکنه.
اما امکان داره افراد بعضی موقع با چشمشون فکر میکنن به جایی که با عقلشون فکر بکنن. چشمشون میشه قاضیشون، چشمشون میشه مغزشون، چشمشون میشه عقلشون، در حالی که شخص عاقل کاملا برعکسه. حخام عیناو برشو، گول ظاهر رو نخور، گول چیزی که میبینی رو نخور. اینها تبلیغاته، اینها سرپوشه، اصل حقیقت پنهانه. حخام عیناو برشو، اگر از بینش عقلیت بتونی استفاده بکنی، اون موقع است که چشم بصیرتت تو رو میتونه به اوج و به درهای آزادی برسونه. اما اگه بخوای از چشم جسمت استفاده بکنی، چه بسا به اشتباه میای، چون انقدر حقه و نیرنگ و ظاهرسازی در اطراف هست که گول میخوری. بالاترین دامی که انسان باید مواظبش باشه دامهای بیناییه، چیزی که میبینی نذار گولت بزنه. حخام عیناو برشو. پس اگر ما میخوایم اون بچه ی حخام باشیم که شب صدر در آزادی رو میخواد بر خودش باز بکنه، کوهلت داره به ما یک راه حلی رو نشون میده. از چشمت استفاده نکن، از عقلت استفاده کن. گول چشمتا نخور. لو تاتورو احره لوفخم و احره انخم، که گمراه نشوید به دنبال قلبتان و به دنبال چشمتان، چون چشم انسان بعضی موقع برخلاف میل انسان، برخلاف سود انسان کار میکنه. گل چشماتو نخور. چشم انسان رو گمراه میکنه. اگر راست میگی، حخام عیناو برشو، شخص عاقل چشماش در سرشه نه رو صورتش. از مغزت استفاده بکن. اما یک تعریف دیگه ای رو مملوئز اینجا به ما معرفی میکنه، یادآور میشه که ما در پرکاوت بذرت هشم در این مسیر اوجگیریمون به هر سینه شاوت در این 7 هفته عمر خواهیم خوند. ایزه و حخام، شخص عاقل کسیه که حلومت میکل آدم، کسی که هنوز با این که میدونه میگه نمیدونم، هنوز سوال میکنه. ایزه و حخام حلومت میکل آدم، با اینکه برای خودش فکر میکنه که عمری مدرسه رفته، تجربه داره، هنوز سوال میکنه که مطمئن بشه. حلومت میکل آدم. کسی هم بهش میاد تذکر میده، چرا نه؟ تشکر که بهم گفتی. حلومت میکل آدم سعی میکنه از هر کسی چیزی یاد بگیره، حتی از پایینتر، حتی از تلمیدیم، شاگردان خودش. حلومت میکل آدم. مثلا بعضی از دوستان لطف دارن به بنده، با اینکه خودشون هم ماشاءالله با تجربه و معلومات هنوز میان پای زوم، پای کلاس، پای شعوری بنده که ما هم بتونیم به خوبی به اون درجه برسیم. حلومت میکل آدم. اما یک تفسیر دیگه ای رو مملوئز میگه، منظور یعنی چی؟ حخام عیناو برشو، که کوهلت به ما میگه آقا شخص عاقل راستشو بخوای 4 تا چشم داره، نه 2 تا. 2 تاشو ما
مغزشه، عناب به روشو، چشمش تو سرشه، نمیبینی تو، پنهانه، چشم بصیرته. چقدر از شراکت ها، چقدر از ازدواج ها، چقدر از برنامه ها میتونست خوب پیش بره اگر شخص با چشم بصیرت موضوع رو میسنجید، نه با چشم صورت. این دقیقا همونیه که من میخوام. با یه نگاه عاشق شدم، ولی خب از اخلاقش با خبری؟ اخلاقش هم من حاضرم هرچی باشه. از بکراند و سابقه با خبری؟ بکراند و سابقش هم هرچی باشه. تو آخه چجوری داری آینده تو برای یک لحظه در خطر میندازی، ریسک میکنی، قمار میکنی؟ ولی این همه جا همیشه خوب با همه صحبت میکنه. درست، شاید این صفت روباه منششه که همه رو میخواد گول بزنه. حواست جمع کن، با چشم تصمیم نگیر، با عقل تصمیم بگیر. یه بار یک تلمیدی راوش بهش یک دختری رو معرفی میکنه و این روش نمیشده بگه که این صورت ظاهرش، قیافش، زیباییش اونجوری که این میخواد نیست. آخر با زبون بی زبونی به راوش خلاصه میگه راستش از نظر زیبایی، از نظر صورت ظاهر یه مقدار برا من، یه مقدار. اون راو میگه راستش من تا اونجایی که من میدونم توی تورا داره در مورد زیبایی اتروک صحبت میکنه، نه زیبایی دختر. یعنی کسی که جنبه روحانی به این موضوع نگاه میکنه که آقا فردا مادر بچه های من کی خواهد بود، پدر بچه های من کی خواهد بود، معلم مدرسه و دانشگاه نسل من کی خواهد بود، بچه های من رو دامن و زیر سرپرستی کی قرار بزرگ بشن. کسی که هاخام میاد عقلشو این چنین به کار میگیره، عناب به روشو، با عقلش تصمیم میگیره، نه با چشمش. و خدا رو شکر مادرانی که فکر حجب و مادرانی که فکر روحانیت فرزندانشون و خانوادشون بودن، نه تبلیغات خودشون و خانوادشون، با چشم و همچشمی ماشاءالله چه بچه های نسلی تلمیده حخامین، افراد پاک مقدس به جامعه تحویل دادن. مطمئنا اگر مادر هارابادی یوسف یا تمام ربانی بزرگی که داشتیم و داریم به فکر مد لباسشون بودن و شاپینگ سنترهایی که قرار بود برن، این بچه های تلمید حخام رو به جامعه و به دنیا، به تاریخ نمیتونستن هدیه بکنن. همطور هم پدران. به همین دلیل در کهلت میگه فقط بچه حخام رو شب سدر هی ازش تعریف نکن. خودت میتونی اون بچه حخامه باشی در طول سال، در طول زندگیت. چجوری؟ موقعی که عناب بروشو، با عقلت تصمیم بگیر، نه با احساست، نه با چشمت. لطاتو رو حره لوفخیم و حره نخیم و همه کمپانی ها
از این موضوع با خبرن. امروزه همه دنبال ظاهرن، کسی دنبال دوام نیست، بقا و ریشه نیست، همه دنبال شاخ و برگن. جنس هم حالا کوالیتی، کیفیت پایین داشته باشه، همین که ظاهر دلربا داشته باشه، همون مسواک است، ولی یه ذره زرق و برق این مسواکه بیشتره. بیا اینجا $2-3 بیشتر فعلا پول بده تا تو باشی دنبال زرق و برق دنیا نباشی. همون جار و برقیه، ولی با دوباره ظاهرش حالا فوقش بعد از 2 هفته هم خراب بشه و بعدش حالا لازم بشه یکی دیگه بخری، عیبی نداره. همین که چی؟ ظاهر رو با مد فشن امروزی تو حفظ کردی. متاسفانه که دیگه افراد حتی روشون نمیشه با ماشینشون به کنیسا بیان، میرن 2 بلاک اونورتر پارک میکنن، پیاده میان. آخه من با این ماشینه بیام، مگه ماشینه چشه؟ مال چند سال پیشه، مال مد امروز که همه تسلا و نمیدونم جنسس و نمیدونم این ماشینای گرون قیمت و برقی و باتری و بخاری و این چیزها رو نداره. ظاهر که حتی خودمونم کسر چنمون میشه. متاسفانه ببینید تا کجا پیش رفته این موضوع. نمیگم همه جا، اما متاسفانه که بچه ها به پدر مادرشون میگن بابا مامان تو توی جمع پیش من وای نسا، تو کنیسا نیا پیش من، یا دم مدرسه نیا دنبال من میام خودم خونه، من خودم میام اونور جاده پیش تو توی جمع نیا. حتی آرشون میشه از پدر مادر خودشون. به کجا رسیده؟ همش به خاطر چی؟ ظاهر. که چشم صورت نه چشم بصیرت. همین پدر مادر دلسوز جانفشان فداکار تو بود که تو رو به اینجا رساند، که به فکر زندگی بود و نه به فکر غیر و غمیش خودش. تو رو تونست توی پنبه اینجوری با دلسوزی و مهر و محبت بزرگ بکنه. حالا برات کسرشن شد که مامان بابا من خودم میام اونجا، شما نیاید پیش من وای نسید. همه ظاهر. روت نمیشه بگی که پیش دوستات این پدرته این مادرته، با افتخار ما بگی باروخ هشم سایشون باشه 100 البته با افتخار. بله این پدرمه مادرمه. تازه میخوای تا اونجایی که میتونی خودتو به کس و کار نشون بدی که ظاهر اینجوری میگه، جامعه امروز مد اینجوریه که خودش نیامد پدرش اومد رسوندش که مبادا اینا بفهمن آدرس تو کجاست، خونت کجاست، پدر مادرت کیان، چه ماشینی سوار میشید. همیناست که ضعف روحیه میاره متاسفانه. و همینه که افراد شروع میکنن به خودشون شک کردن که من یه چیزیمه. روز از فرق پیکنسا به همین دلیل دکمه هایی که روی زوم هست، بعضی این دکمه ها برای چیه؟ برای میوت کردنه، که آدم یه دکمه رو بزنه
که صداش توی جمع مخصوصا که داره ضبط میشه روی یوتیوب و روی فیسبوک پخش نشه. یه دکمه اصلا مطلب متوجه؟ نه. اگر بشه یه دکمه رو زد، متوجه؟ نه من میتونم بزنم این دکمه رو، میخوام خودشون بزنن. دکمه میوت یه دکمه دل بخواه قشنگ خوب آدم با یه اشاره دکمه رو میزنه، در دنیا رو بر خودش یا در خودش رو بر دنیا. به همین دلیل حخام اینا بروشو کوهل داره به ما میگه ببین شب پسخ شب سدر تمام آزادی به همون حخام بودنته. ظاهر رو شاخ و برگ رو کنار بگذار، به ریشه برو. همین پدر مادرت، همین خانوادت، همین ریشه ایمان و فلسفید خجالت نکش، اتفاقا افتخار کن. همش ظاهر آپ تو دیت بودن نی که با این تلفن من هنوز دستمه، من هنوز با این ماشینه، هنوز با این کوچه خونمونه، یا هنوز فلان. افتخار کن که هی اتفاقا درونته که داره به تو افتخار میده، نه بیرونت. به محض اینکه آدم ظاهر براش مطرح شد متاسفانه توی دام افتاده، شروع کنه زودی خودش از این دام بیرون آوردن. تار عنکبوت میان یه عده‌ای دام برای آدم میگذارن مثل تار عنکبوت، عقب وای میسن میبینن کی میاد توش غرق میشه، کی گول ظاهر رو میخوره. موقع میگن خود کرده رو تدبیر نیست. خودت اومدی اینجا، خودت اومدی این قیمت رو $2 پهنا دادی به خاطر ظاهر، خودت اومدی پشت کردی به تمام بکراند و سابقه خانوادگیت. پس حالا که خودت اومدی از گذشتت قطع کردی، از تمام آرمانها و هدفهای والا قطع کردی و به هدفهای تهی و تو خالی پیش آوردی که فقط بدونی کی هنر پیشه با کی ازدواج کرد، کی طلاق گرفت، یا فقط این خبرها برات مهمه تو زندگی، نه هیچ قدوسیت و پاکی. حالا که خودت با پای خودت اومدی توی دام تار عنکبوت، بیا سر دیگه تومه. به همین دلیل مملوئز میگه حخام اینا بروشو. شلمان ملک میگه آقا هر چقدر از عقلت استفاده بکنی بیشتر از زندگیت استفاده کردی، از آزادیت استفاده کردی، نه از احساساتت. به حدی که در پرکاوود باز میگه و مملوئز از اون کد میکنه. درسته حخام اینا به روشو، حخام چشماش به عقلش تو سرشه، اما برای چه دیدنی؟ دیدن آینده. هروئه اتنولد، کسی که آینده رو میتونه از الان پیش بینی بکنه. هر کسی که احتمالات رو در نظر میگیره، میگه درست حالا من این حرفم بزنم، این پرخاشم بکنم، آخرش چی؟ آیا فکر فردا و پس فردا و 1 ماه و 1 سال دیگه هم هستم؟ هروئه اتنولد. آیا آدم میره جنس میخره توی بیزینس به فکر الان یا به فکر فرداست؟ میخواد به مشتری کردیت بده که آره جنس و فلان نسیه ببر بعدم بیا پس بده، آیا به امید امروز یا به امید فرداست؟ میاد مینگره کردیتشو چک میکنه، آیا این فردا پول پس بده هست؟ نه الان.
هاروه تا نولد. تمام اینوستمنت ها، سرمایه گذاری ها برای آینده است. هاروه تا نولد که نهایتا چی میشه؟ به همین دلیل بعضی ها میرن یه استاکایی میخرن ارزون، میگن این یک روزی بالا میره. حتی اگر استاک گرون هم بخرن، میگن این آیندهش رو به پیشرفته. هیچ کسی برای الان نمیاد چیزی بخره، همه برای فردا سرمایه گذاری میکنن. آیا اخلاق ما، رفتار ما، زندگی ما به اندازه یک استاک سهام ارزش نداره که فرداش هم در نظر بگیریم؟ آیا علام حبای ما هیچ ارزش سرمایه گذاری از الان رو نداره که بگیم همین که من جلو خودمو گرفتم، جلو دهنمو گرفتم، علام حبامو دارم الان تضمین میکنم؟ هاروه تنولد. پس فکر نکنیم اونهایی که بزن بهادر هستن، اونهایی که هر جوری که شده میزنن و میکوبن و الان رو به خیال خودشون در کنترل دارن، اونها همچنان پیروز دارن پیش میرن. اتفاقا کسی که فردا رو نمیخواد در نظر بگیره، امروزش هیچ ثباتی نداره. خودشو انداخته از پل فردا به دره. پله رو ادامه بده، پله تو رو به فردا میرسونه. چرا پله رو یه باره قطع کردی؟ چرا خودتو انداخته تو دره؟ امروز یه دره است. اگه آدم نخواد از عقلش استفاده بکنه، گول میخوره، پاش به لغزش میاد، افت میکنه، فرداشو از دست میده اگر اشتباه مواظب اشتباه تصمیم امروزش نباشه. پس خوشا به حال کسی که فقط شب پسخ نمیاد رأس صدر بشینه بگه او من اون حاخامم. اگر نخوای حاخام باشی، متاسفانه راشا مرحله بعدی در انتظارته. و همینجوری از راشا بودن میرسی اصلا به تام، به سادلو بودن، هی گول ظاهر رو خوردن، جزو حزب باد بودن. و اگر نخواهی دیگه اونم مواظب باشی، میرسی اصلا نمیدونی چجوری با اطرافت انقدر خام و مست و به خیال میشی که اصلا تمام درهای زندگی برات مطرح نیست. پس حاخام آدم عاقل عینا برشو. نگاه نکنیم ببینیم طرف چه عینک برند نیمی داره. عینک تو کاری به چشم بصیرتت نداره. عقل تو بهترین عینکیه که میتونی به چشم بزنی. از احساساتت استفاده نکن، از عقلت استفاده بکن. به همین در هیچ جای تورم نمیگه لطا تو رو مبادا که گول عقلتون رو بخورید، اما میگه لطا تو رو احره لوفخم و احره نخم، گول چشمتون و احساستون رو نخورید. گول تبلیغات اطرافتون نخور. اینها همش یک دامه. این $1 که شما پول آدامس میدین، 99 سنتش پول تبلیغاتشونه، 1 سنت پول خود آدامس است. پس ما داریم با کمک به تبلیغات خودمون رو معتاد تبلیغات میکنیم، کمرشال میکنیم. به جایی که بریم تحقیق بکنیم، نگاه میکنیم ببینیم چی دارن تو رادیو تلویزیون ازش تعریف میکنن، نه اینکه خودم برم ببینم واقعا موضوع چیه. به همین دلیل چون میشناسن ما رو، یه باره یک زن قشنگی، یه تصویر قشنگی میارن، همیشه هم دارن میخندن و همیشه خوشحال که چقدر این با این ماشین ظرفشویی خوشبخت شد، چقدر در ما اون احساس کشش و
اشتها رو پدید میارن که منم داشته باشم، منم خوشحال باشم با این، منم خوشبخت باشم با این ماشین رخش و یک کفش و کراوات و الی آخر. چرا؟ چون میدونن چشم طرف بهترین سرسوره عورا، واسطه، بروکر گناه و یا لغزشه که ما رو دنبال رو میکنه. با این خاتمه میدم. حالا الیعزر بن داوود زخران البراخا میگو موقعی که کوچیک بود پدرش بهش میگه برو یه بره بخر بیا بازار. اینم میره میبینه بره گذاشتن ولی بره دنبالش نمیاد. اون صاحب بره بهش میگه ببین یه ذره به چمن میدم کاه، دستت بگیر این بره به عنوان کاه و یونجه یا اون چمن دنبال تو تا خونه میاد. و میگه همین کارم شد. میگه متاسفانه ما هم بره‌وار دنبال تمام این همه کمپانی های تبلیغاتی، این همه فرهنگ های غرب و الی آخر میریم صرفا به خاطر اینکه یه ذره چمن سبز، دلار سبز دستشونه ما رو دنبال خودشون میکشن. پس بیاید بزدشم شب سده رو تا اونجایی که میتونیم ادامه دار بکنیم. هاخام اینا بروشو، شخص عاقل با چشم بصیرت تصمیم میگیره، فردا رو در نظر میگیره، کاری به امروز نداره. هشم کمک کنه که همینا رو بتونیم به خوبی انجام بدیم. بارو هشم لعالم. آمین و آمین. این درس ما خدا شکر